بزرگی در مال و ثروت نیست. حافظ نصیر صحبت زیبایی کرد. خواهرای بزرگوار، دختران من، پدرها و مادرها، همینطور که حافظ نصیر یک جمله گفت وقتی یک خواستگار سرمایه‌داری به خواستگاری دختری میاد، همه دخترها و پدر و مادرشون و همه دوستان و رفقاش اش میگن نونت تو روغنه، برد کردی، برگ برنده دست توست، خواستگار تو فلان بیلدینگ داره، خواستگار تو فلان سرمایه تو فلان بانک داره، خواستگار تو فلان مقام بلند پایه مملکته. نونش تو روغنه، بدون اینکه از ذره ارزش‌های انسانی و اخلاقی و ایمانی برخوردار باشه. نونش تو روغنه. ز تقوا جامه در بر کن که پاکان ز تقوا جامه پوشیدند و رفتند. فقط تقوا ملاکه و معیاره. نون کسی تو روغنه که خواستگار مؤمن و متدین به سراغش بیاد که از دین و ایمان و اخلاق برخورداره. باید به اون افتخار بکنیم. برگ برنده دست دختریه و دست پدر و مادریه که جوان شایسته مؤمن پاک متواضع فقیر بیاد سراغش. اشکال نداره فقیر باشه، خدا اون روز نیاره که ما فقر فرهنگی و فقر دینی و ایمانی داشته باشیم. فقر مالی و فقر مادی مشکلی نیست.